در نتیجه حملات گروه طالبان بر بخش‌هایی از شهرهای بغلان در اراده وسایل نیروهای امنیتی حریق و تخریب شده است. منابع امنیتی به تنویر میگویند که 2 موتر اینترنشنال اکمالاتی، 1 امبولانس ارتش و 1 تانک پلیس از سوی طالبان به آتش کشیده شده و 6 اراده موتر دیگری نیروهای اکمالاتی تخریب شده است. باشندگان بغلان وضعیت بد امنیتی این ولایت را شرم‌آور می‌دانند و میگویند که نیروهای امنیتی باید برای تأمین امنیت شهرهای این ولایت توجه بیشتری نمایند. قدر نیروهای نظامی وقتی که آششون از پلخمری میره چشمشیر دانه اما صحیح نمیرسه، از را کمین میزنه میگیره، اسکرای اوجا گوش نمیمونه. ما دیگه دولت چی تقاضا کنیم که وقتی شکم خود سیر نمیدانه؟ دیگه بسیار برای ما هم جای شرم است، برای حکومت هم جای شرم است. حکومت نیست، یک شهر پلخمری یک ولایت است، اهمیت چه درست برقرار نمیدونه. یک کشور خدا جایش بان که برای ما سرپرستی یک کشور کنه، دیگه شرم از بخیر. وضعیت امنیتی شهرهای ولایت بغلان بسیار وخیم هستند، بخصوص مسیر کلگی و همچنین مسیر چشمشیر و هم مسیر کلگی بسیار اشتراک‌های عمومی هستند که بغلان به دو طرف ولایت، دو طرف افغانستان وصل میکنن. بسیار وضعیت خراب داره. قریب قسمی که شاید شما تا داشته باشین چند تا نیروی امنیتی کاروانی را که طرف چشمشیر از چشمشیر عبور میکردن در طالبان وارد شدن و البته چند تا از نیروی امنیتی را با تاسف گروگان هم گرفتن، همراه خود بردن و همه روزه جنگ است. همه روزه ما شاهد درگیری ها میان دو طرف هستیم و این بسیار یک جای تأسف کننده است. شمار دیگری از این باشندگان از حکومت میخواهند در برابر حملات گروه طالبان خاموش نباشند. از نهادهای مسئول، نهادهای امنیتی و دفاعی خواهش مایی است که در این قسمت باید توجه جدی بکنند و بی توجهی نکنند که خدای نخواسته باز ما یک بار نشه که خدای نخواسته همانند قنداز ولایت بغلان هم سقوط بکنه و یک ناهماهنگی باعث شده که اینمی مشکلات امنیتی به وجود بیاد. دیگه خواهشان بازم تقاضای ما از حکومت افغانستان و از نهادهای امنیتی و دفاعی است که در این عرصه توجه جدی بکنند و در قسمت محو مشکلات امنیتی تلاش بکنند. برادر خواست ما از دولت همیست که بسیار نارامی است، فعلا مردم اوبار میشه، میموره، کشته میشه، بسیار مشکلات است. خواست ما از همیست که یک آرامی، یک چیزی بیاره در وطن، مردم آرام زندگی کنه. در همین حال سخنگوی پلیس بغلان میگوید که در این درگیری ها نزدیک به 20 جنگجوی طالب کشته و زخمی شده و آنان چندین کاروان اکمالاتی نیروهای دولتی را از این شهرها انتقال دادند.